این خطرناکترین اتاق جهانه. این آقا تو این اتاق پر از دکمه زندانی شده و هر سری که یکی از دکمه رو فشار میده یه اتفاق عجیب میفته. این آقا انقدر تلاش میکنه که دیگه خسته میشه و ناامید، تا اینکه 5 تا دکمه روی زمین میبینه و متوجه میشه که یکی از اون دکمه ها در خروجه و همین که با خوشحالی میخواست بره بیرون میبینه که در قفل و باید دنبال کلید بگرده. عصبانی میشه و با لگد میزنه به دیوار که یهو کلید ظاهر میشه، تا اینکه برای دریافت اسم فیلم فقط کافی کلمه دکمه رو برام کامنت کنی. دوستتون دارم. مش وقت